اصلا اگر بگیریم دوستداری بازی فوتبال نیستم، اما رونالدو رو به خاطری مادرش رو احترام کردن، دوست داشتن، من نیز احترام میکنم. و البته رونالدو سال 2015 رابطه‌اش رو با همسرش ایرینو مدل مشهور قطع میکند، زیرا ایرینو از اون که رونالدو مادرش رو به هر سو به هر جایی که میرفت همراه میگرفت خسته و دلگیر بود. و البته یک زمان ایرینو میگوید که میان مادرت و من یکی را انتخاب میکنی و او محکم جواب میدهد که من هرگز به خاطر زن از مادرم نخواهم گذشت. و بعدا باز هم خانه‌دار میشد با بانوی دیگر با نام جورجینو و مردم میگویند، بعضی ها سوال میکنند که چرا برای مادر خانه نمیسازی تا که راحت‌تر با همسر خود زندگانی بکنی. و البته رونالدو میگوید که مادرم مرا بزرگ کرد و به خاطر من جانش را فدا کرد و گرسنه خوابید تا من سیر باشم و همزمان غذا نخورد، البته تا که من باز هم سیر باشم و پولی نداشتیم که برای ما مصرف کند، اما او 7 روز هفته نظافت میکرد تا که برای من کفش فوتبال بخرد. و البته که امروز رونالدو از میدان فوتبال میرود، من نیز یک الهام گرفتم و بازم به خاطر آن که او مادرش را دوست می‌دارد یک چند مصرع گفتم برای شما، برای مخلصان رونالدو میخوانم. رونالدو رفت از میدان فوتبال، نهاده در دلش ارمان فوتبال. اگرچه بگذرد 100 سال دیگر، رونالدو اختری تابان فوتبال. رونالدو رفت و بین از قالب خود برآمد گویا که جان فوتبال. دیگر همسنگ او پیدا نگردد که به شک بود سلطان فوتبال. دعای مادرش به هیچ تردید بکردش همصفی مردان فوتبال. رونالدو هر کجا باشد سلامت، که اینک سر دهد دامان فوتبال. خداوندا مگردان مبتلا هیچ، مرا بر درد بی‌درمان فوتبال. با رونالدو سپاس میگیم که تا امروز با بازی زیبای خود میلیون نفرها را مفتون و شیفته بازی خود گرداند. سلام باشید.